نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردند. با شما هستیم با ادامه شرح معانی آیات سوره مبارکه جن. در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان سوره مبارکه جن رو آغاز کردیم و گفتیم که این سوره درباره جن هاست. جن ها موجوداتی هستند که مکلف هستند و صاحب عقل هستند و الله متعال اونها رو در آیات مختلفی از کلام الله مجید خطاب قرار داده است و همچنین سوره‌ای که این سوره هست به نام جن به نام آنهاست در قرآن کریم و در سوره مبارکه ذاریات آیه 56 میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من الله با عظمت خلق نکردم جنها و انسانها رو مگر آنکه عبادت من را انجام بدهند. و در آیات فراوانی از قرآن کریم به موضوع جنها اشاره شده. خلقت اونها که از آتش است و خلق الجن من مارج من نار، از شراره شعله آتش خلق شدن. و اینکه ابلیس از جنس جن است، شیطان و کان من الجن ففسق عن امر ربه، از جمله جنها بود و سرپیچی کرد از دستور الله متعال. و اینکه جنها گفته میشه که تعدادشون بیشتر هست از انسانها به همین خاطر در آیه شریفی که ذکر شد و ما خلقت الجن والانس، جنها ذکر شدن قبل از انسانها اول آمدن. و برخی گفتن به خاطر اینکه جنها زودتر از انسانها خلق شدن، قبل از اینکه آدم علیه السلام و انسانها خلق بشن جنها وجود داشتن و خلق شده بودن و ابلیس هم خب قبل از اون حکایت وجود داشت. جنها به مانند انسانها صالح و طالح دارن، یعنی مسلمان و کافر دارن و جنها پیامبری از خود نداشتن، بلکه پیامبر جنها پیوسته در طول تاریخ از انسانها بوده است و رسول الله علیه السلام هم پیامبر انسانها بودند، آخرین پیامبر برای انسانها، و آخرین پیامبر برای جنها هم رسول الله علیه السلام بودند. این سوره هنگامی نازل شد که رسول الله علیه السلام در طائف تلخترین روز زندگی خود را پشت سر گذاشتند و با دلی پر غم و اندوه برمیگشتند به سمت مکه‌ای که ایشون رو ممنوع دخول کرده بودند در سالی که قبل از این اتفاقات ابو طالب عموی رسول الله علیه السلام و وزیر خارجه ایشان فوت کرده بود و بزرگترین مصیبت دوران مکه وفات خدیجه کبرا بود که روزهای بعد از اون اتفاق افتاده بود، یعنی چند مدت قبل از این جریان طائف. و رسول الله علیه السلام وزیر داخل خانه خودشون ام المؤمنین خدیجه کبرا رو بعد از 25 سال زندگی مشترک از دست دادن و فوت کردن. به هر حال مشکلات بسیار زیاد بود بر رسول الله علیه السلام و این سال رو مفسرین و سیره‌نگاران تلخ‌ترین سال عمر رسول الله علیه السلام نامیده بودن، سال دهم بعثت رسول الله علیه السلام. و رسول الله علیه السلام در وادی النخله بودن که سوره مبارکه جن نازل شد و این سوره گویی تسلی بود برای ایشان که رسول الله اگر مردم طائف، انسانهای طائف و انسانهای مکه به تو ایمان نمی آورند و تو رو میزنند و اذیت میکنند و آزار میدن و اهانت میکنند، الله متعال عالم دیگری رو در اختیار تو میگذارد و درهای او رو به سوی تو باز کرده است و آن عالم جن است و جنهایی به تو ایمان آوردند. و این آیات نازل شد و رسول الله علیه السلام بسیار خوشحال شدن و همچنین صحابه که میشنیدن الان برادرانی دارن از عالم دیگر، عالم جن، عالمی که برای اونها هم بسیار جالب بود و بسیار زیبا بود، عالم جن. البته ما جنها رو نمیبینیم و ارتباطی با آنها نداریم و اونها ما رو میبینند. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم.
الله متعال فرمود که شیطان و قبیله او که جنها هستند شما را میبینند اما شما آنها را نمیتوانید که ببینید. در ابتدای این سوره الله متعال اشاره فرمود به اینکه جنها قرآن رو شنیدن و گفتن ما قرآن عجیبی شنیدیم و به او ایمان آوردیم و در ادامه فرمود که الله متعال از زبان جنها که اونها گفتن ما با آسمان رفتیم و دیدیم که نگهبانی های شدیدی ایجاد شده است و شهاب سنگ ها هدف قرار میدن هر کسی رو که بخواد استراق سم بکنه. ما قبلا استراق سم میکردیم و خبرهایی رو میشنیدیم از آسمان و گوش میکردیم مخفیانه، اما خبری نمیشد، کسی ما رو مؤاخذه نمیکرد. اما الان شهاب سنگی هدف قرار میده هر کسی رو که بخواد این کار رو بکنه. نمیدانیم که برای اهل زمین شری در نظر گرفته شده و یا خیری و الله تعالی برای آنها در نظر دارد و ما برخی از گناهانی که انجام میدادن و برخی از تهمت‌هایی که زده شد بر الله متعال رو ذکر کردن و اشتباهاتی بود و در پایان گفتن ما ایمان آوردیم و از بین ما کسانی هستند که هنوز ایمان نیاوردن و اینها هیزم دوزخ خواهند ماند. اینها رو ما در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان مرور کردیم. در ادامه الله متعال در آیه 16 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لو استقاموا و اینجا واو عطف است و بگو قل اوحی، ابتدای آیه این بود، اولین آیه این سوره، که بگو ای پیامبر من به من وحی شده است که گروهی از جنها قرآن را شنیدن و گفتن ما قرآن عجیبی شنیدیم و با ایمان آوردیم، چون دعوت به حق و راستین و حق و حقیقت میکرد. و همچنین بگو به من وحی شده است که لو استقاموا، اگر آنها انسانها جنها استقامت بکنن علی الطریقتی، بر راه صلاح، راه توحید، راه الله متعال و پیامبرانش و دعوت، لاسقیناهم ماء غدقا، من با آنها میچشانم، من با اونها رو میچشانم، مینوشانم اونها رو آبی فراوان، یعنی نعمتهای خود به صورت پیاپی و فراوان با آنها میفرستم، آبی گوارا و شیرین رو برای آنها میفرستم. لو استقاموا علی الطریقتی، اگر اینها در مسیر قرار بگیرن، اگر انسانها در مسیر راه راست باشند، در راه الله متعال باشند، در مسیر دعوت، در مسیر تقوا، الله متعال میفرماید من برای اونها نعمتهای خود رو میفرستم. الله متعال شبیه این تعبیر رو در آیات دیگری از کلام الله مجید هم دارند. در سوره مبارکه اعراف میفرمایند که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، در آیه 96 که اگر اهل سرزمین ها و قریه ها ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، من الله با عظمت برکات خود رو بر اونها باز میکنم درهای برکت خود رو از آسمان و از زمین. و باز میفرمایند در سوره مبارکه طلاق و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کسی که تقوای الهی رو پیشه کنه و دستورات الله متعال رو عمل بکنه و آنچه که الله متعال نهی کرده در نظر بگیره و اونها رو پرهیز بکنه، الله متعال برای او راه برون رفته از مشکل رو نشان خواهد داد و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جای او رو رزق و روزی خواهد داد که هیچ گمان او رو نخواهد کرد. این آیات همه به ما نشان میدهد که درهای رزق و روزی، کلید حل مشکلات اقتصادی، مشکلات مالی، مشکلات معیشتی، همه اینها تقواست، ارتباط با الله متعال، استغفار. نوح علیه السلام به قوم خود میفرمود و قلت استغفروا ربکم، به اونها گفتم استغفار کنید پروردگارتان را، انه کان غفارا، او بسیار بخشنده و مهربان است، یرسل السماء علیکم مدرارا، پشت سر هم بر شما از آسمان میباراند نعمتهای خود رو، درهای رحمتش رو از آسمان باز میکنه. و یمددکم به اموال و بنین، برای شما فرزند میدهد و به شما کمک میکنه، مال میدهد به شما. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، برای شما باغها میگستراند و برای شما نهرها جاری میفرماید. همه این معانی حول یک چیز میگرده، ارتباط با الله متعال. الیس الله بکاف عبده، آیا الله متعال برای بندش کافی نیست؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که بر الله متعال توکل کند الله متعال برای او کافی است. ارتباط با الله متعال هم منفعت دنیوی برای انسان داره و هم منفعت اخروی. انسان در دنیا هیچ راهی برای آرامش نداره جز ارتباط با الله متعال. الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد الله متعال است که دلها آرام میگیرند، قلبها آرام میگیرند. ارتباط با الله متعال، تقوا، اطاعت از دستورات الله متعال،
پرهیز از آنچه که نهی کرده سبب میشه که دنیای انسان هم آباد میشه. انسان در دنیا قناعت پیدا میکنه، انسان در دنیا سعادت پیدا میکنه، اطمینان و آرامش پیدا میکنه، ولو اینکه در قعر چاهی به مانند یوسف علیه السلام هم افتاده باشه، یا در گوشه زندانی به مانند یوسف علیه السلام افتاده باشه، و یا حتی به مانند داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام بر تخت شاهی نشسته باشه. این انسان سعادتش رو در قلب خودش داره، احساس آرامش میکنه، احساس لذت میکنه، احساس اطمینان و سکون داره. اما کسی که در ارتباط با الله متعال در این مسیر قرار نگرفت، اون موقع چی میشه؟ اون موقع مشکلات زیادی برای او خواهد آمد. الله متعال میفهمد من برای شما نعمت‌ها رو میفرستم از همه طرف تا شما را آزمایش بکنم، لنفتنهم فیه، تا شما را آزمایش بکنه الله متعال، تا شما انسان‌ها را آزمایش بکنم در آن نعمتی که دادم. و من یعرض عن ذکر ربه، هر کسی که از ذکر الله متعال روی گردان شود، هر کسی که نعمت به او داده شد، به جای این که شکر نعمت بکنه، شکر نعمتت افزون کند، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکرگزار باشید من الله با عظمت به شما بیشتر خواهم داد. اما اگر انسان شکرگزار نبود، نعمت الله متعال رو در مسیر گناه استفاده کرد، در مسیر فسق و فجور استفاده کرد، این نعمت او را از الله متعال دور کرد، این تجارت او را از یاد الله متعال غافل کرد، همسرش، فرزندانش، زندگی او رو از الله متعال دور کردن. و من یعرض عن ذکر ربه، هر کسی که روی گردان بکنه، اعراض بکنه، روی بگرداند از یاد پروردگارش، یسلکه عذابا صعدا، او رو داخل میکنه در مسیر الله متعال، در عذابی سخت. زندگی رو بر او تلخ خواهد کرد، عرصه بر او سخت خواهد شد، مشکلات و مصیبت ها یکی پس از دیگری در زندگی او مشاهده خواهد شد. هر کسی که از راه الله متعال دوری بکنه، آرام نیست، ثروت داره اما آرامش نداره، اما امنیت نداره، قدرت داره اما میترسه، همیشه خوف داره. این انسان نعمتهای ظاهری رو داره اما هیچ وقت آرامش نداره، هیچ وقت لذت نمیبره، هیچ وقت در آنچه که الله متعال به او داده احساس امنیت و سعادت و خوشبختی نداره، اگر هست لحظه‌ای است و گذراست. این انسان در آن جایی هم که هست، اگر ظاهرا هم وضعش خوبه، اما در باطنش دنیا غوغایی است و پریشان است و مضطرب و نگران است، چرا که این از الله متعال دور شده. و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ذکر مسجد بعد از مشکلات و سختی ها نشان از این دارد که راه حل برون رفت از این مشکلات مسجد است. مساجد از آن الله متعال است. مسجد رو الله متعال برای شما قرار داده تا بری در مسجد سجده بکنی. اگر مشکلات و سختی ها در زندگی تو آمد، راه مسجد رو پیدا کن. اگر در زندگی مشکلات و سختی های آمده، به این خاطر است که راه مسجد رو گم کردی، راه نماز رو بلد نیستی. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، هرگز با الله متعال کسی دیگری رو نخوانید، حاجت نخواهید از او، خودتون رو بسپرید به الله متعال. مسجد یعنی محل سجده. از کل نماز انسان، سجده انسان مهمتر است. به این خاطر محل نماز رو گفتن مسجد، محل سجده، چرا که انسان اونجا در نماز مهمترین رکن نماز و اوج عبادت در نماز سجده است. وقتی انسان پیشانی به خاک میماره، در پیش ذات الله با عظمت به سجده میفته، اینجا وقت درد دل کردن است، اینجا وقت نجوا کردن است، اینجا وقت خالی کردن عقده هایی است که در قلب انسان، در گلوی انسان گیر کرده و نمیتونه هر جایی مطرح بکنه. اینجا جای نجوای با الله متعال و خالی کردن قلب است، اینجا جای خالی کردن احساسات است، عواطف است، اینجا جای شکایت کردن است، اینجا جای گله کردن است، اینجا جای التماس کردن است، اینجا جای خواستن است. و ان المساجد لله، مساجد از آن الله متعال است. تا انسان بره داخل مسجد با الله متعال رابطه پیدا کنه. مسجد برای الله متعال است. نباید در مسجد غیر الله متعال رو فریاد بکنه، نباید در غیر مسجد یا فلان مدد و یا فلان مدد و یا فلان مدد بگه. فقط الله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میجوییم. یا الله
و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. در مسجد شرک نکنید، غیر الله متعال رو به فریاد نخوانید، یا فلان مدد یا فلان مدد در مسجدها نگید. مسجد فقط مال الله متعال است. و انه لما قام عبد الله یدعوهم، و آن لحظه ای که برخواست عبد الله متعال، اینجا الله متعال رسول الله علیه السلام رو عبدالله خطاب کرد، چون زیباترین لفظی است که برای ایشان میشد استفاده کرد. بنده الله متعال. لما قام عبدالله، وقتی که ایستاد رسول الله علیه السلام یدعوه، دعوت میداد، کادوا یکونون علیه لبدا، نزدیک بود از اطراف جنهایی که دعوت او رو شنیده بودند و مشتاق ایمان به او بودند از دوربر بر سر او بریزن، از بس به دوربر او جمع شده بودند و از بس دعوت او رو دوست داشتند و از بس علاقمند به این بودند که به او ایمان بیاورند. قل انما ادعو ربی، بگو خلاصه دعوت من این است، همانا غیر از این نیست که من ادعو ربی، فقط الله متعال رو میخواهم، فقط حاجت خودم رو پیش او مطرح میکنم، فقط سینه خود رو، سفره دل خودم رو پیش الله متعال پهن میکنم تا او برای من نسخه‌ای بپیچد، تا او مشکلات من رو حل بکنه. من غم خودم رو، انما اشکو بثی و حزنی الی الله، من غم‌های خودم رو، غصه های خودم رو، مصیبت خودم رو، دلتنگی خودم رو، نگرانی خودم رو، اضطراب خودم رو فقط به پیش الله خودم، در نجوای خودم، در تنهایی خودم، در سجده خودم مطرح خواهم کرد. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. قل انما ادعو ربی، من فقط الله متعال رو میخوانم، دعا میکنم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط با او نجوا میکنم و فقط از تو ای پروردگار من کمک میخواهم. ولا اشرک بربی احدا، و هیچ ذاتی رو در صفات الله متعال، در ذات الله متعال، در افعال الله متعال با او شریک نمی کنم. نه کسی عالم الغیب است به جز الله متعال، نه کسی سمیع و بصیر است به جز الله متعال، نه ارحم الراحمین است به جز الله متعال. هیچ کسی عزیزتر به من، نزدیکتر به من، مهربانتر به من، آگاهتر به حال من، خبردارتر از مشکلات من، قادر تر از الله برای حل مشکلات من وجود ندارد. فقط الله متعال رو میطلبم، چون او بهترین است، چون او هیچ نقصی ندارد، چون او هیچ نیازی نداره به کسی. او ارحم الراحمین است، او رحمان الرحیم است، او مالک یوم الدین است. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، هیچ کسی رو در صفات با الله متعال شریک نمی کنم. هیچ کسی شایسته حاجت خواستن نیست، شایسته دعا کردن نیست، شایسته کمک خواستن نیست به جز الله متعال. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ای پیامبر من، ای محمد نازنین من، ای عزیزترین مخلوق من الله متعال، بگو به تمام کسانی که صدای تو رو میشنوند، بگو اینی من محمد که بعد از الله متعال در درجه و مقام بالاترین درجه رو دارم، عزیزترین مخلوق الله متعال هستم، بهترین اولیای خدا هستم، بهترین پیامبر تاریخ هستم، من بالاترین درجه و مقام رو در بین انسان ها دارم. حتی من محمد لا املک لکم، مالک هیچ چیزی برای شما نیستم، ضرا ولا رشدا، نه ضرری میتونم به شما برسانم و نه سودی به دست من هست، نه صلاح دین شما و نه آخرت شما از دست من خارج است. من حتی برای دین شما نمیتونم شما رو هدایت بکنم اگر الله تعالی نخواد. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. حتی عموی خود رو نتونست هدایت بکنه رسول الله علیه السلام. هدایت حتی به دست الله متعال است. حتی در دین، در دنیا که به جای خود مالک هیچ نفع و ضرری برای شما نیستم، من رسول الله علیه السلام، حتی من هم نمیتونم برای شما کاری بکنم، من هم نمیتونم برای شما کاری بکنم. بقیه که به طریق اولا. وظیفه من تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که الا قل انی لا یجیرنی من الله احد، حتی خود من رو اگر الله متعال
بخواد که بگیره هیچ کسی نیست که پناه بده. قل لن یجیرنی من الله احد، من رو هیچ کسی در برابر الله متعال نمیتونه پناه بده و آنچه که الله متعال برای من رقم زده رو جلوی او رو بگیره. ولن اجد من دونه ملتحدا، و من هیچ پناهگاهی پیدا نمی کنم در برابر الله متعال. من خودم نمیتونم در برابر الله متعال خودم رو حفظ بکنم. اگه الله متعال برای من اراده‌ای داشته باشه اون اتفاق خواهد افتاد و من اراده الله متعال رو نمیتونم درباره خودم تغییر بدم، چه برسه برای شما. تنها وظیفه‌ای که من میتونم انجام بدم و تنها کاری که میتونم انجام بدم الا بلاغ من الله و رسالته، دستور الله متعال رو تبلیغ میکنم از سمت الله متعال، رسالتی رو که به من سپرده شده است و به شما میرسانم. و من یعص الله و رسوله، هر کسی که از الله و رسولش نافرمانی کرد و اونها رو معصیت کرد، فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا، آتش دوزخ جهنم برای اوست و جاودانه در آن خواهد ماند. هیچ خروجی از او وجود نداره. جهنم نه مرگی دارد و نه پایانی دارد، هیچ انتهایی وجود نداره. هر کسی که رفت تا قیام قیامت تا ابدالابد در دوزخ خواهد ماند. حتی اذا رأوا ما یوعدون، تا آن لحظه‌ای که ببینن آن کسانی که وعده داده می شود به آنها، کفاری که انکار میکنند دوزخ رو و جنت رو، فسیعلمون، خواهند دانست، من اضعف ناصرا و اقل عددا، کیست که بسیار کمتر است یاوران او و تعداد افراد او. وقتی که رسول الله علیه السلام این گونه دعوت توحیدی رو برای مشرکان بیان میکرد، اونها میگفتن این خودش به درد خودش رو هم نمیتونه که نجات بده، نیروی نداره، افرادی نداره، اونها کم هستن. و امروزه هم خیلی ها شاید فکر بکنن موحدین کمن، در حالی که ما بسیار زیاد هستیم. ولو اینکه کم هم باشیم، الله متعال میفرماید روز قیامت مشخص میشه که موقع تعداد کم مالکی هست و کی کمتر نیرو داره و تعدادش کمتر هست. موقعی که الله متعال در صف ما باشد و ملائکه او و مؤمنان طول تاریخ و انبیا، آن موقع شما کفار و مشرکین رو خواهیم دید که فسیعلمون من اضعف ناصرا، کی یاوران کمتری دارد و ضعیفتر است در نسبت یاورانش و تعداد افرادش. قل ان ادری اقریب، من نمیدانم. وقتی که گفته میشد قیامت، اونها میگفتن پس کی از این قیامت؟ زودتر بیاور. رسول الله علیه السلام را الله متعال امر فرمود که بگو این ادری، من نمیدانم، اقریب ما توعدون، آیا نزدیک است آنچه که به شما وعده داده شده است، ام یجعل له ربی امدا، این که الله متعال قرار داده برای او طولانی، مدتی طولانی و زمانی طویل رو. من نمیدانم که قیامت کی برگزار خواهد شد، اما یقینا این اتفاق خواهد افتاد و قیامت آمدنی است. عالم الغیب، الله متعال عالم غیب است، او میداند که کی این اتفاق خواهد افتاد. فلا یظهر علی غیبه احدا، او هیچ کسی رو بر غیب خود و علم غیب مطلق خود آگاه نمی کند. عالم الغیب الله است. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، هیچ کسی در آسمان ها و در زمین نیست که بغیر از الله متعال غیب بداند. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب الله متعال در نزد اوست، بجز او کسی دیگری نمیداند. این انسان ها، انبیا، هیچ کدام غیب نمیدانند. آنچه را هم که گفته میشد به اونها، این وحی بود از طرف الله متعال در یک موضوع خاص، نه که اونها خودشون عالم به غیب ما کان و ما یکون و ما لم یکن ان کان کیف یکون باشند. یعنی اینکه علم گذشته و آینده و آنچه که نیست اگر بود چگونه خواهد بود رو داشته باشند. این علم فقط از آن الله متعال است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، مگر اینکه راضی است از برخی از رسولان که راضی هست، برای رسولانی که از اونها راضی است، پیامبران خود که از اونها راضی است، برخی از اسرار غیب رو به اونها میرساند، اون هم در موضوعات مشخصی، نه که کل علم غیب رو، اون هم با وحی الهی وحی به آنها میرسه، نه که اینها خودشون عالم به غیب باشن. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا،
همون پیامبر هم که اگر وحی به اون میشه و غیبی از گذشته و یا آینده به او گفته میشه، در بین پیش و رو و پشت سر اون فرشته‌ای که میره و خود پیامبر وقتی که به او وحی رسیده میشه، عده‌ای اونجا نگهبانانی هستن که رصد میکنن منطقه رو تا جنهایی نباشن، تا کسانی نباشن استراق سم بکنن، این خبر غیبی رو بشنون و برن جای دیگه منتشر بکنن. یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، پشت سر همه دور بر رصد میشه. وقتی که وحی میرسید به رسول الله علیه السلام، دور بر ملائکه‌ای بودن، نگهبان بودن، تا وقتی که جبرائیل علیه السلام با رسول الله علیه السلام هم کلام میشد، این صحبت اونها رو جنها و شیاطینی که اطراف هستن نشنون. لیعلم، تا بداند پیامبر علیه السلام ان قد ابلغوا رسالات ربهم، که تمام انبیای گذشته و ملائکه‌ای که مأمور وحی بودن به بهترین وجه ممکن رسالتی رو که به اونها سپرده شده بود به بهترین وجه ممکن رساندن، بدون اینکه شیطان دخل و تصرفی در او داشته باشد. و احاط بما لدیهم، و الله متعال احاطه کامل دارد به آنچه که آنها دارند. و احصا کل شیء عددا، و حساب کرده هر چیزی رو تک تک و جدا جدا. یا معنی دیگر این است که لیعلم ان قد ابلغوا، تا الله متعال آشکار سازد، تا الله متعال بیان دارد و با علم عملی به پیامبر خود و به ملائکه خود نشان بدهد و آگاه بسازد اونها رو که ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا الله متعال مطمئن بشود که اینها رساندن و مطمئن بگرداند رسول الله علیه السلام و هر کسی که میشنود این آیات رو که ملائکه الله متعال و پیامبرانش به بهترین وجه ممکن رسالت الله متعال رو رساندن، در حالی که الله متعال نیاز به این نداره که بداند، چون در علم غیب خود همه اینها را میداند. و احاط بما لدیهم، احاطه داره به هر آنچه که در نزد اونهاست. و احصا کل شیء عددا، و همه چیز رو یکی یکی و تک تک حساب کرده است و سرشماری کامل پیش خود داره الله متعال. اما این آیه به ما میفهماند که الله متعال وقتی که وحی خود رو میرساند همه چیز رو در نظر گرفته و یقینا رسالت صحیح و سالم از الله متعال تا پیامبرش رسیده و شیاطین و جنهای کافر در این میان هیچ نقش و تأثیری نداشتند و رسالت الله متعال صحیح و سالم آنگونه که در قرآن کریم هست به ما و شما رسیده است. از الله متعال میخوایم تا ما شما رو بندگانی خالص برای خود بگرداند و توفیق توحید و عبادت خالصانه تا آخرین لحظه حیات و حسن خاتمه رو نصیب گرداند. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني